سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من ارشیا هستم، مهمون جدید ویدیو و ایشون بامداد هستش و تا بچه‌ها خودتون معرفی کنید. چطورین بچه‌ها؟ خوب هستین؟ یه نفرم در پشت برنامه داریم اسمش ایلیاس. ارشیا رو از اون پشت کشوندیم تو ویدیو، به پشت اضافه کردیم یه نفر رو. تا هم که عشق منه. معرف حضورتون هستن. بله معرف حضور هستن. آقا تا امروز قراره چیکار کنیم؟ خب امروز قراره که 8 تا بستنی و 2 به 2 از برندا و از طعم‌های مختلف هم مقایسه بود. دقیقاً. خب و اینکه 4 تاشون میرن بالا و بالاخره یک گوت از بین بستنی‌ها انتخاب میکنیم. بزنید بریم. خب بچه‌ها بریم سراغ 2 تا بستنی اول با طعم زعفرونی. بچه‌ها بستنی اول بستنی دومینوه با طعم زعفرونی هستش. مارکاشون رو نشون نده دیگه. هی تبلیغ تبلیغشون رو می‌کنی. تاجر شما مرد زعفرونی دوست داری؟ من دوست بعد دارم. هم نمیاد. من دوست من دارم. دوست دارم. فیوریت هم نیست. چیزی بستنی سنتی هم توش زعفرون داره؟ چی هست؟ توش موزه ما چطوری من؟ خب بیا. این برای ارشیا. عجب سهم گنده‌ای بامداد جان. نه برای اینکه برای گوت بمونه دارم آها. کار میکنم. میدونی که اون بقیه‌اش مال توی بامداد؟ آره. یا تاجا این برای شما وردار دیگه یه جوری. بریم. یا بخوای یه دونه دیگه هم بگیرم. 1 2 3. این دستمال رو به ما میدید بالاخره و بهداشت رعایت کنیم این وسط. تاجا بیا بهداشت داریم یعنی اینجا نظر شما چی بود؟ نظرتون چیه؟ بد نیست. بد نیست. بد نیست. نه خدا وکیلی خوبه. خوبه. این یکی برای میهنه دیگه. میهن رو دیگه خودمون گندش کردیم دیگه. دقیقاً. یه نیاز به حاجی یه لحظه من یه دونه یک دیگه بکنم. ایمپرشن نداره. چون که دوست نداشتی. نه حاجی آخه مغزش واقعا ارشیا یکم زبونش دیرفهمه. اصلا حاجی دوست ندارم. این آخرین انتقامم برای شوهر کلا زبونش دید. آره یکم کلا مشکل. خب بریم سراغ این یکی. نمیدونم یکی فکر کنم وبا موا داره. یکم پیچولو حالش خرابه. اینا ایلیاس ببخشید تعارف نمی‌کنیم آخر. آره حالا پشت برای صحنه تو هم. میدیم بخوری. بخوری. دقیقاً. آره میدیم بخوری. یه گاز بزن شما ایزم. یا زشت نیست. نه بیا ایزم برو توش. بذار خودم بخورم. بزن این دیگه قشنگ داره برو. من چه خودم گازی زد. نه الان زیاد نخوری. 2 تا کاتگوری کاملا متفاوته. نه خودم هم دادم بازار من خیلی بهتر بود. این به سنتی شبیه تره. بابا اصلا سنتی ولی- خیلی پرملاتره نسبت به اون. حتی این به ملات که نیستش. خیلی این به کیوب اونجا قیمتاشونو میگی ارشیا؟ کیوب اونجا تو کلی ملات قیمتشون داشت. این 30,000 تومن بستنی مینو. اون یکی اون یکی هم قیمتش چقدره؟ بامداد شما چشم نمیدونه. ارشا یکم چون جغل 15,000 15,000. خب نسبت به قیمتش به نظر من دومینو بهتره. نه بابا 15,000 تومن فرق. من با عرض پوزش با اینکه میگم این به سنتی شبیه تره ولی منم مزه دومینو رو بیشتر دوست داشتم. خب بچه‌ها بستنی بعدی از برند میهن هستش چه طعمی؟ با طعم انبه. قیمتش هم 10,000 تومنه. بامداد جون بفرمایید. 10,000 تومن. دیگه بالاخره بعضی وقتا چیز مهمتره. چیز کمیت نه کیفیت. کیفیت و قیمت البته. بله. بالاخره بوی انبش زد بالا. واقعا میگی؟ به چه دماغی داره. واقعا اگه میخواستی میتونستی زندگی سگ بفرمایید ریزا. میشه اول آره، ارشیا؟ اول من هم بخورم. معظم حقیقتا. واقعا میگی؟ خب میخوای دوباره بده. بیا ایزم. مثل اونو بذار قاچش کنی بده. لب میگیری و بستنی. واقعا خوشمزه. آره خیلی بذار اونو خوشمزه. بذار قاچش کنیم شما. نه قاچ نکن. از بخور. بغل بخور، از بغل. تو چرا لب میگیری؟ تو چرا لیس میزنی؟ بخور. باشی با 2 تا سگ اومدیم ویدیو بگیریم. منظورت خودت هستی؟ آره. نه که
خدا وکیلی خیلی خوش خیلی مزه خوشمزه است. است. خدا وکیلی. خیلی من خیلی یعنی دوستش بستنیش حالا تعریف میهن نباشه ولی واقعا آندرریتد. ماما میا آره، ماماسیتا. واقعا. منم نخورده بودم اینو تا حالا. برای من بستنی بعدی اون برای چه برندی بود؟ این نه میهنه. میهنه. اونم میهنه. اونم میهنه. پس دو اه. تا محصول از این میهن شرکت. قیمتیه؟ میهن زده تو گوش سودا 20 تومنه. 20,000 تومان 10,000 تومان گرفت. واقعا این چه چیزی بود؟ واقعا این خوشمزه بود. چه چیزی بود؟ ماما میا ماماسیتا با چلا بود. تاجی شو انبر از اون بیشتر دوست داشتی؟ اینو آره خیلی خوشمزه بود. من تا حالا نخورده بودم. پیشنهاد می‌کنم. بالاخره هر چیز درازی رو می‌خوری. آره اینو دیگه عزیزم بزن دیگه این خیلی نه اینو سخت دیگه بزن دیگه سرش هم افتاده درنت کن دیگه. شیپش هم شبیه شیپ همسی. آره من برای همین اونو فکر کنم بیشتر حاجی، داشته باشم. اون میدونی چیه؟ اون این ملستوره میفهمی چی؟ God of war, God of pain, of suffering, of destruction. I chase redemption that I know I can never deserve. این خودش یه نمره منفی داره. دستایی که آره آره واقعا. خیلی شل بود. از خب من یه رو بگذاشتم یعنی بیرون. نه از کاری با گذاشتم بیرون نه دقیقاً مثل یعنی از اون اگه اون رو هی میفته و این میشه هم چیزی ببین اینو هی عشق میکنه آدم شق خب حالا بریم من که نظرم روی اینه. آره من نظرم قطعا قطعاً اون که اصلا که بعدا تست هم آره. نمیتونیم بکنیم دیگه نمیخواستیم دیگه میخواست اصلا- حذف میشه از ویدیو. چیزم نداریم دیگه دوستان بریم سراغ دو تا تا بستنی بستنی بعد. بعدی که عروسکی هستن. در بزنیم دو تا بستنی بعدی این چی از برند پاکه با قیمت 12,000 تومان. حالا چون بفرما شما آنباکسش بکن بستنی شگفت انگیزو. هممون قطعا با بستنی عروسکی خاطره زیاد داریم. آره مخصوصا با امداد با عروسک‌ها زیاد خاطره داره. میدم تاها جان ببره زحمتشو میگیری میکشی ایزا نیفته اون چی قیافه جنگ برگشته است. دوستان کلاه خودش هنوز هست هلمتش نیفتاده. اون تاها جان چقدر شیک داره قاش میکنه تا چند نفر بریدی بعد اگه به فینال خواست برسه بده داشته باشه. از سرش هم یکم بزن تا از نه سرش سرش نزن دیگه. از سرش بزن همین نصف کن احمق تا یعنی تو بخوایم این کلش دیگه کردی اوکیه. بابا نمیمونه برای میمونه. فینال خیلی احمقا آخه انقدر تا اینو آقا انقدر به هم بی احترامی نکنید. بامدارش خوردنش انقدر صدا داره تاجا ایلیا جان دلنا دستمال میتونی لطف کنی عملیات هسته‌ای شیانشی وای. عالی اون یکی دومینو رو لطف میکنی عزیزم دومینو حاجی من حس می‌کنم دومینو بهتره. به نظرم قارچ من نکنید. فکر می‌کنم دومینو بهتره. آره، اینو قارچ قارچ نکن. نکنید. این یه مورد دیگه استثنا بود. آره قارچ کرده. حاجی اینم با قیمت 10,000 تومان برند دومینو من اینو بازش. از پاک 2000 تومن گرون. 2000 تومان گرون‌تر. حاجی شکلاتش خیلی خوشمزه است. خدایی خدا همه وکیلی. شکلاتش مزه خوبه. خامه میده. آره. دوستان ریدم باز نمیشه خداکیلی پکینگش مشکل داره این چرا کوچیک شده؟ این خداکیلی خیلی کوچیکه نمیدونم چرا آره. بذارید من موضعی برم بامداد اون دیگه ببین اون بخوادم دیگه فینال نمیرسه حالا با این چینشی بیایزم برو بخور توش برو توش بزن از اینجا بزن از اینجا بزن دست که بگی در زیرش بزنم. ارشیا. او چه شما لب میگیرید. خداکی رفت تو بستنی این داره نصف میکنه بستنی ها این خوشمزه تره. این خوشمزه خیلی خوب ولی دیگه حاجی این عمرش به فینال نمیرسه. این میرسه این خوشمزه تره مطمئنی حاجی ولی خدا سایزی وکیلی. خدا وکیلی خیلی کوچولو. کوچولوه خب ولی پسرها میدونن همیشه کوچولو بودن معنی بدتر بودن نیست. بله دقیقاً. بله عزیزم. بامداد تجربهاش میگه. وقتی کوچولوه. کوچولوه. نه از زمان پسرها گفتم بالاخره فنامون هم هستن چه کوچیک چه بزرگ بالاخره ما باید کل فنها رو با هم دیگه راضی نگه داریم. بله. خب بچه‌ها از نظر من بستنی چه برندی بودش حاجی؟ دومینو بودش. دومینو دومینو گوت این نظر یکی من بودش. بهتره قطعا
بریم سراغ دو دو تا بستنی بعدی. خب بچه ها میریم سراغ دو تا بستنی بعدی با کیک برنده بستنی. دومینو. البته کیک بستنی بستنی آخره دیگه درسته؟ این بله این دو تا بستنی آخره از برند دومینو با قیمت 15000 تومان. هر دوش هم از دومینو. هر دوش از دومینو. مدل دومش هم این مدلشه با مزه شکلاتی، من فکر می‌کنم با مزه وانیلش باشه. تیرامیسوه. این آره درسته، این با مزه تیرامیسو، اینم با همون قیمت 15000 تومان. خیلی دومینو خوبه بازار رو ولی گرفته دیگه تقریبا. آره ولی لطفا تبلیغش نکن. آره آره. دقیقاً آه. کبیره. چیز شدم، زخمی شدم، خونم سفیده. ای کاش فقط خونت سفید. آره واقعا عجیبه، بوی انبه هنوز میاد. واقعا انبه خیلی خوشمزه واقعا بود. خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. جدا نمیشه. خب آها. اون دونه عملیات فوق سری انجام میدن، دستمالیش خیلی کردی. سخته جدا کردن بستنی. این یکی از درس های این ویدیوه که همیشه بستنی رو گاز بزنید. بله بله. ببخشید تاجان. خوش اومد. من اصلا دوست ندارم. منو انگولک نکنید. من داشتم اینجا آروم زندگیمو میکردم، کاری به کاری کسی نداشتم. اصلا من دوست ندارم. خوش اومد. خیلی متوسطه واقعا، یعنی از اون انبه که گفتم خوب نیست انبه بود، نه از اون سنتی خوشمزه است. من اصلا خوشمزه نیست. نیدم خوشمزه است. واقعا نسبت به مقایسه نه، خدا با وکیلی خیلی بستنی خوشمزه آخرین رتبه است. نه اصلا تو خوشش ندارم. ایشون هم سلیقه‌شون مثل سعیده. آره بله. بستنی بعدی همون برند تیرامیسو 15 تومن. نه 15 تومن. این که قطعا خوشمزه تر اصلا از بیسیک چهره مشخصه. اصلا کار میباره، اصلا مشکی کارو در آورده. ایتالیاییه؟ بچه خب بعد بسته‌بندیش هم قشنگ‌تر از اونه. خدا من وکیلی. بسته‌بندیش قیمتشون چجوریه؟ قیمتشون یکیه 15 تومن. ولی تا اسم حاجی هم حرف- ناشنوای اوه حاجی خیلی خوشگل‌تره با ببین، نه نه، اصلا فرقی آدم نداره. واقعا نه خیلی دقیقا همونه، نه، فقط رنگ داخلش هم فرق کاکائویی داره. و کرمه داخلش. نه کرمیه. کرم کرمیه. کرمی. کرمش کرمیه، فهمیدی؟ آره. حاجی این خوشمزه تره واقعا میگم. تو خورده اینو؟ من وانیلا من نخورم ولی اصلا ببین بعضی چیزا قیافه مشخص میشه که خوشمزه است یا نه. از پشت صحنه تایید. هیچ وقت از رو ظاهر قضاوت نکنید. آره، هیچ موقع از ظاهر این ظاهرش هیچ موقع از ظاهر قضاوت نکنید دوستان. بفرمایید. حاجی خدا وکیلی قابل مقایسه نیستن اصلا واقعا. من نمی‌تونم حضرتون چی بود؟ سکوتش این سکوت باید کرد. بگم من دوتاشون رو خیلی دوست من داشتم. خیلی بیشتر ولی تیراماسو. ببینید خب یه چیزی فقط من میخوام بگم، قاعدتا مثلا به شما بگن وانیل میخوری یا مثلا کاکائو. نسکافه یا کاکائو، شما میگی نسکافه یا کاکائو، من این که اون رو دوست نداشته باشی دیگه. اینم همینه، دوتاش خیلی خوشمزه است. باز حالا تبلیغ دومینو هم میشه ولی حالا اشکال نداره. ولی کیک تیرامیسوش به نظرم خوشمزه. تکسچر آره یکم اون بافت کیکی رو داره واقعا. این چه میگم، واقعا احساس می‌کنی داری کیک می‌خوری. همین دیگه. پس از نظر تو قطعا تیرامیسو گفتم تیرامیسو واقعا اصلا. این دفعه بعد ظاهر قضاوت می‌کردیم تیرامیسو. بده از مزه. آره. خب بچه الان بستنی‌ها رو هر گروهی که ما انتخاب کردیم میبریم و ببینیم که در مجموع کدوم از اینا بهترین بود. Let's go. دوستان یکی این که ما الان پی بردیم که چرا با چاقو ما این کارو می‌کردیم، با قاشق می‌کردیم. خستم. یکم صحنه‌ای بعدی رو فکر کنم شما تجربه کردین. حالا متاسفیم. که با چاقو تجربه نکنیم، ما با آره. یه روش دیگه تجربه آره، کنیم. البته حالا الان میخوایم با قاشق چهارتای اصلی رو شروع کنیم ببینیم واقعا از کدوم از اینا کدوم از اینا بهترینه. اول با بستنی زعفرونی شروع کنیم. نمیدونم اینو حالا با قاشق کوچولو سخته بچه بازم. مثل اینکه با قاشق هم جواب نیست. نه. همون با چنگال دست میگه. واقعا با دست نه با چنگال. میخوام بعد چاقو هم بیارم تا میگه چنگال هم میآورد. تا کلا دوستان یه چیزی رو بلیسه همیشه. آره نظر شما چیه بابا جان؟ من اینو دوست دارم، حالا تو دوست نداری نه نمیدونم. من نگفتم دوست دارم، گفتم خیلی آشغاله آجی، خیلی فهمه. آره شبیه همون کیوبه. پس من میگفتم تو. آره خب تاها جان، تاها احساس میکنم داره عمل جراحی باز انجام میده.
از همتون بهتر بود. آره واقعا. آره واقعا. با نونش تو رفت. ولی کلا زدی نصف. امواتشو داره. آره نصف. حاجی خود یه لحظه قبل اینکه اونو بخوری جدی واقعا شما نظرتونه بین این سه تا میره بالا اصلا خوب نه اون نیست. خوبه. آخه یکم بستنی سنتی خیلی غیر نیست. اصلا قابل سلیقه- مقایسه با این نیست. نه این خوشمزه است. ببین اینا تو رده خودشونن. خدا نه وکیلی. یعنی مثلا نمیتونی سنتی رو بیای با شکلاتی مقایسهش آره. بکنی. آره ببین اون یه پکیج سلیقه. تنهای خوب مثلا اینه خودشه. که داره. مثلا بیای مثلا یه چند تا چیز موسیقیایی متفاوت با هم دیگه دقیقاً اصلا چیز کنی. نه با این مقایسه یه ولی در بستنی- جایگاه آره. خودش بازم خوب نیست چون نه واقعا در بستنی جایگاه خودش خودش بهتر از این بستنی هست. خوبیه. باز میگم تبلیغ برندش نشه ولی بستنی خوبیه. آره حاجی دار همین بریم بغلیشو تست کنیم. بریم این بغلیش، خدا وکیلی خیلی آره. خوبه. شما شروع کن. این خوشمزه نه، تا بود. راحت‌تر و هم اینکه قاچش آره کنه. دقیقاً این چون تکسچر داره راحت‌تر میشه قاچش کرد. ارشد جان یکم بزرگتر به نظر من قارچ کن. منم پس برم وایسا. خوشمزه است بچه‌ها. خیلی خوبه. میشه آره به منم برسه؟ آره تو اونو کردم به عزیزم تا اونو برم. حاجی خدایی خوبه. یادم برو. والا انقدری که تو به دستمال ضرر زدی یعنی بگم 16 تا مثلا توی ویدیو استفاده کردی. 16 تا بستنی 16 دستمال. درست. حاجی خب چی شد بستنی واقعا خوردیش؟ همش حواسم نبود. همش خیلی خوشمزه بین بود. این با- یا بین این دوتا با هم بودن چون به حال یه نونی بود قاعدتاً قطعا تیرامیسو. من خیلی تیرامیسو تیرامیسو. تیرامیسو خیلی خوبه. حالا بریم سراغ بریم دوتای بعدی. حالا میریم حاجی میدونی یه مشکلی این هست. عروسک ماست آقا. این دوتا هم بازم قابله. حاجی تو همینو بخور. چوب با چوب. با چوب بزن. برو، با بزن چوب اینو برو. بندازم برای تا. خب اینو من با چوب برم. یه گربه هم بندازه. نه سگ بودی. حاجی خدا وکیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه است. خوشمزه حاجی من اصلا تیرامیسو هم خوشمزه تره. نه اینطوری نیست. تیرامیسو سلیقه‌ایه. نه بازم تیرامیسو هم هر خوبه ولی کسی این آخه شکلاتیش رحم خیلی شکلاتی خوبیه. ببین یعنی مثلا نسبت می‌دونی، به اصلا اون که می‌دونی، عروسکی جالب اصلا نمیشه. این عروسکیه رو میذاری تو دهنت باز میشه اصلا یاد بچگی یاد بستنی عروسکی یاد اون گل کوچیکا که بازی میکردیم یاد بازی های فوتبال تو خیابون شرطایی که می‌بستیم. یاد اصلا بله. یاد اون قدیما یاد اون قمارخونه های قدیم یاد بالا یه قهوه همدیگه خونه‌ها. اصلا یاد اونا میافتی اصلا زندگی نامه آره. بامدادو می‌ذاریم. اصلا یاد اون قدیما میافتی و آره، خاطراتت خیلی زنده یکم میشه. بیشتر پتات خود میزی رو بریم سراغ بستنی بریم بعدی. توی انبه ببینیم چه خبره. عرشا جان انبه. بچه‌ها به شکلات. همتون میرسه. قول می‌دم. انبه شکلات درست کرده عرشا. بله خب بچه خدایی انبش خوبه. واقعا انبش خوبه. خواهی میخوام بگم انبش به شدت خوبه خیلی خوبه. انبش خدایی خوبه. ولی پشتنها که خدایی خیلی سلیقش ولی من از این میترسم پشتنه. که گلو رو بزنه. نه خواهی شیرینیش. بامدادش ایوان انبهی شده چی مامنا همیشه که مزه انبه میده. واقعا میگی؟ نبوش آره خدا. مثلا چیه؟ ولی میگم خدا وکیلی انبش خیلی خوشمزه انبش واقعا است خوش ولی باز هم خودتون میدین گوتکیه اصلا نیاز به ولی بیان نیست. من میگم تیرامیسو. تیرامیسو از واقعا نظر تیرامیسو. کیفیتی و اینکه هم نه خیلی شیرینه اذیت نمیکنه. این انبه ممکنه گلوتو بزنه. نه میدونی شیرینیش. منظورم چیه؟ منظورم اینه که هم چیز داره هم تکسچر کیک داره هم میدونی انگار هم داری بستنی میخوری هم کیک هم دسر. یعنی دوتاشو بعد داری با هم یه یه نکته دیگه تجربه هستش که میکنی. اول که قطعا شد تیرامیسو من میگم بعدیش انبه بود. بعدیش انبه بود، بعدیش بعد عروسکی. عروسکی بعد اونم هم که شد. انتخاب اشتباه شما پس دوتا گل بود. چی شد؟ تیرامیسو گل چه قطعاً. تیرامیسو؟ ما برنده این سری از بستنیمون قطعا تیرامیسو بود. حالا میگم بازم تبلیغ دومینو نشد این دستام بزنم اینجا. خب این بستنی خیلی بستنی خوشمزه. میگم حالا اون یاد بچگی آدمو مینداخت این یاد مهمونی و این کلا اصلا چیزه مجلسی طوره. بله. میدونین چی میگم؟ آدم میشه میخواد هر استفاده مثلا تو کردم. میشینی تو عروسی بعد باقالی پلو با
ژله قطعا باید یه قاعدتا هر مجلسی عروسی نیست. نه، ولی یعنی من میگم میگم با خوشمزه کلاسه. میشه. میدونی چی بله. میگم؟ حالا ببین تنها چیزی که ما خوردیم اینطوری کثیف نکرده ظرفا هم اینطوری تیرامیسو. اون بنده خدا که میدونی چی پخش میگم؟ کنه. یعنی اونا یکم کثیف کاری داره. بله. میدونی چی میگم؟ اصلا کلاسش بالاتره. اصلا میذاری تو دهنت یه احساس دیگه به دست مثل میده. همیشه که میذاری تو دهنش. آره میدونی؟ آخه من نمیذارم تو دهنم، من میلیسم. میدونی چی میگم؟ اینطوری. خب دوستان یه همین تموم شد. گوت برنامه انتخاب شد. دستم بزن روی دومینو. نه نمیخواستم تبلیغش کنم. ای بابا نذاشتی تبلیغشون نشه دیگه. حالا اشکال نداره، از ما به شما زیاد رسیده، هم به دومینو هم به ایستک هم به میهن. اصلا میهن قبل من چی بود؟ هیچی. خدا وکیلی. اون ضرر کرده به من. تو قطعا من. بله. خب اینم گوت برنامه دیگه. همین امیدواریم که خیلی خیلی برنامه‌مون رو دوست داشته باشید. بله بچه لایک و سابسکرایب هم بکنید و اینکه به زودی میبینید مواظب خودتون خیلی خیلی تا باشید. ویدیو بعدی